هیچ انسانی در دنیا قادر نیست به ما احساس ارزش بده. فکر کن تمام کره زمین دارن برای یه سلبریتی دست میزنن، هیچ کس نمیدونه این واقعا در درون خودش چقدر احساس این همه ما آدم داشتیم که همه دنیا برای اینا شیفته بودن، شب تا مواد نمیزده خوابش نمیبرده، آخرش هم رو اووردوز مرده و هیچ آدمی هم قادر نیست احساس ارزش واقعی تو رو ازت بگیره. هیچ کس به آدمی چیزی نخواهد بخشید جز خود او و هیچ کس از آدمی چیزی دریغ نتواند کرد جز خود او. بازی زندگی یک بازی انفرادی است. به محض اینکه تو به دنبال معنا درمانی احساس ارزشمندی کنی، سرگذشتت از 9 نوشته خواهد.